سلام بچه ها، من آرمین هستم. اینجا چنل مستر آرمینه. لطفا قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. خب بچه ها، امروز اومدیم بریم سراغ ترکیب تانهال 11. یک ترکیب فوق العاده قوی و آسون. اینجا ما ترکیب گالم بیچ رو داریم. همونطور که ترکیب رو میبینید، دوتا گالم، 15 تا ویت، یه دونه ویزارد و دوتا سوپر دیوار شکن، 8 تا اسپل به قولن حالا به فارسی فکر کنم بشه رعد و برق. 8 تا اسپل رعد و برق داریم اینجا، 2 تا اسپل زلزله و یه سم. اسپلای به قولن رعد رو میخوایم برای از بین بردن اینفرنوها با اسپلهای زلزله. هیروامون هم که کوین ابیلیتی تی رو داره با اکشن فیگور، واردن ریج رو داره با کتاب، کینگ هم توپو داره با این چکمه که دیوارا رو از بین میبره. تو کستلم یه دونه روت رایدر، یه آیسکولم، یه الوار انداز. خب بریم 2 تا اتک اینجا من زدم. اولی رو ببینیم بچه ها. اول از همه چی باید ببینین با 4 تا اسپل و یه دونه اسپل زلزله اینفرنوها میفتن. اول از همه چی باید سعی کنین که اینفرنوها رو بندازین. وقتی که اینفرنوها رو انداختین، اتکتون رو باید از سمت ایگل شروع کنید. 2 تا ویچ این سر مپ، 2 تا اینچ اون سر مپ، واسه تمیزکاری که نرن بیرون، ولی خب برن بیرون هم زیاد مشکلی نیست. یه دونه سوپر دیوار شکن برای اینکه راه رو برای نیروها باز کنه. 2 تا گالم، ماشین الوار انداز، هیروها و نیروها همه با هم میان داخل، برن سمت همون وسط، سمتی که میخوام. ابیلیتی واردن رو اینجا میزنم. دمیج رو نیروهام بود خیلی. همونجور که میبینین ویچا خیلی قوی از پشت سر گالما براشون تانگ میکنن. ویچا مپو از بین میبرن. اینجا مینیون پرینس حریف داره کینگمو میزنه. تانهال از بین رفت. اینجا ابیلیتی کینگو داریم. همونجور که میبینید مپش زیاد حالا مکس هم نبود، ولی خب دیگه تان 11-70-80% مکس بود. خیلی قوی و ایزی صد شد. میزنم رو دور تون که بتونیم یه اتک دیگه هم با هم ببینیم. حتی اسپل جامپ هم اضاف اومد برامون. این قدری که این ترکیب قویه. بریم برای اتک بعدی به اینجا. همونطور که اتک قبل گفتم 4 تا اسپل رد رو اینفرنوها، یه دونه زلزله که از بین برن. اینجا 2 تا اشتباه من داشتم. یکی این که حالا حواسم هم نبود، البته واردن و هوایی انداختم. یکی هم این که از سمت بدی اتکم رو شروع کردم. دیوار رو تخریب میکنیم. 2 تا گالم، ویچا، هیروها. اینجا اگه دقت کنیم واردن و هوایی انداختم، ولی خب این قدری که این ترکیب قویه هیچ مشکلی برای من ایجاد نکرد. اسپل سم رو میاریم برای کلنکستل حریف، ولی وقتی که کلنکستلش خالی باشه میتونیم برای استفاده از هیروهاش استفاده کنیم که زیاد نیروهامون اذیت نکنه. اینجا چون واردن هوایی بود ابیلیتیش رفت، ولی طوری نیست. ویچا تقریبا میشه گفت 3 قسمت شدن. یه قسمت داره گوشه مپ، این قسمت هم گوشه مپ رو داره خالی میکنه و کینگ اینجا با ابیلیتی تانهالو میزنه. من هنوز ابیلیتی کوین رو دارم با یه اسپل سم و اسپل جامپ. همونطور که میبینید تمیزکاری داره انجام میشه. نیروها دارن ساختمونا رو میزنن و میرن جلو. اینجا واردن حریف با نیروها هم درگیر میشه. این آیسکولوم چرا نمیره جلو؟ یخ بشه اونجا. الان رفت گوش کرد. اینجا آیسکولوم فریز میشه و واردن و ایکسپو که داشتن به نیروهای من دمیج میزدن رو فریز میکنه.
ما هنوز ابیلیتی کوین، یه دونه ویزارد، اسپل سم و اسپل جامپ رو داریم. میگم که بچه ها ترکیب فوق العاده قویه، نیاز به تمرین داره. هر ترکیبی که باشه نیاز به تمرین داره و دیگه هیچ حرفی نمیمونه برای گفتن. بریم یه اتک هم به صورت لایو با هم بزنیم. همه چی درسته؟ آره. بریم این مپ تانال 12 یا 11 مکس به تورمون بخوره. نه این مپ ضعیفه چون کاپ اکانت پایینه. یکم مپای حالا خوابی میندازه. بله این مپ تقریبا میشه گفت تانال 11 مکسه. اونجور که دیگه ما میدونیم باید اسپلا رو 4 تا رد بندازیم روی اینفرنو، 4 تا رد هم روی اینفرنو، اسپل زلزله رو بزنیم. همیشه باید از سمت ایگل شروع کنیم اتکمون رو که زیاد اذیت نکنه. 2 تا ویچ برای تمیزکاری، وقتی که یه دونه سوپر دیوار شکن دیوار رو باز کنه، ویچا تمیزکاری و یه دونه دیگه اینجای ساختمون رو از بین ببره. تمیزکاری رو انجام دادن. 2 تا گالم، ویچا، ماشین الوارانداز، کینگ، واردن، کوین، همشون برن داخل. اینجا واردن داره بد مسیری انتخاب میکنه. اگه بره داخل خیلی خوب میشه که میره داخل. حرف گوش کن شده. کلنکستر حریف خالیه، پس من اسپل سمو برای مینیون فرین حریف استفاده میکنم. اینجا ابیلیتی کوینی میزنم با تیرش دمیجی به ساختمون ها بده و این بچه قوله براش تانگ بکنه. ابیلیتی واردن رو اینجا میزنم. اینجا میتونم اسپل جامپ هم رو بندازم، نیروها برن اونور دیوارا. ابیلیتی کینگ هم دیوارا رو باز بکنم، یه خورده تمیزکاری انجام بده. یه ویزارد اون بالا برای تمیزکاری. سوپر وال بریکر هم اینجا میندازیم که دیگه به قولن دیوار باز بشه. آره بچه همونجور که گفتم ترکیب خیلی قوی و ایزی. همه مپا رو میتونین صد بکنین و هیچ عیب و ایرادی نداره. لینک این آرمی رو براتون تو دیسکریپشن ویدیو میذارم. لایک و کامنت ساب فراموش نشه.